ما خب کلشان هم تو مشکل داره از اون بچه‌ای که اومدن کلشان مشکل داره. بسم الله الرحمن الرحیم د ټولو په اجازه باندې د دې مکتب کې د تقریبا و متم کال د مدیر صاحب روان د کوم فعالیت مونږ نه درلیدل. زه خپل د اول سم نه تر دغه 12 سم کې مو خپل د مدیر چې مونږ نور مدیران دي لخوا پیشرفت خو دغه کار کړی خو دغه مدیر د تقریبا واته کال وشو وسه پورې کوم پیشرفت مانه درلیدل ونه راوړل شوی دي نشته ده شیشې راوړل شوی نشته ده د ورقو برکې پیسې د ټولې کړي دي نیمشته نیمه نشته ده رنگونه وختي دي بیرته کار نه اخیسته دروازې د پاره رنگ وختو پیسې ټولې کړي دي موږ خپل بیرته پیسې واچول خپل د شورام جوړ کړو په مکتب کې هغه د پاره پیسې خپل ټولې کړي دي خو بعض شاګردان نه پیسې ټولې شوی دي هغه باندې کوم کار نه راشوي مکتب ته چوکیګان مواد راوړل شوی دي کتابچې راوړل شوی کتابونه راوړل شوی دي موږ نه لیدلې کمپیوټر لیب ته اوسه پورې موږ نه استفادې کمپیوټر لیب جوړ شوی د موږ اوسه پورې نه استفادې او خبر است چې څنګه اوس نو دویش تخت سولار هم تاسو ته ولګاو هغه لګولې دي خو صرف د کمپیوټر لیب د پاره هغه موسسې د پاره راغلي دي موسسې د پاره راغلي امروز د موسسې د پاره راغلي هغه د موسسې د پاره راغلي دي هغه موږ ته کوم کار نه دی اخیستل مننه امتحانش اول نمره فارغ میشه دیگه میشه تا در درس خود نمیه نعمت الله خورزادهش از فکر کنم یکی در این مکتب ما خود من دخترک مدرس میکنه استاد از ما همسایه ما هستن میفهمند اونجا من خودم شخصی برای این دخترک ما تا با یک سنت دیگه و میتونم کنم 2 دانه خیمه شخصی من گرفتم چوکی هم برشان گرفتم دیگه سال دیگه گرفتیم نه خیمه درک داشت نه چوکی درک داشت نه دیگه هیچی هم اصلا نبود اونجا و ما مجبور شدیم دختر ما اینجا کشید مینال در فامیل نمی نیجه درس میفهمند دیگه یگان مشکلات دیگه داره که استادا رو دوام میزنه این مدیر شاگردارم دو میزنه توین میکنه دیگه میکنه صد رقم جنجال دیگه این بچه‌ای که اومدن یا کلش از پیش این مدیر شکایت داره این نه که یا مثال یک نماینده هستن باید بسته این مکتب از پیش از جناب ایشی هست همین رقم بعضا بسته ما میگیم بر ما یک دفعه 2 دفعه وکیل گذر تمام ما گفتیم یک ورقه است ترتیب کنیم بسی بینجا مشکلات خود بگو که بیادر مشکلات ما در این نقطه از بیا کدام یک جاشو بریم پیش وزیر امین معلم اقامشه بکنیم دو گپی که ما جدی سرزو باز میکنیم او یکی فساد اخلاقی است و اون فساد مالی اینمی که خودت میدی که شبنامه از ما 2.5 300 یا 1000 یا 500 گرفته شده این ظلم است این را به هیچ صورت ما قبول نداریم به هیچ صورت قابل قبول ما و اداره ما نیست چون هر چیزی به حالت میشه گپی که دشنام دادن استازاست استازا بر ما آمده بوده اما بیچاره از ما میخونم اینجا سیاسارا میگه که استاد طبقه اولاز بر ما آمده بود بسیار کار چی کرده ما تاکید میکنیم اونا هم گفتیم یک بار قرض بر ما بده هر چیزی که ما اجرات میکنیم دولت از ما اسناد میخواد این که یگان مشکلاتی از در مکاتب داریم که خلاف قانون خلاف مقرره خلاف لوایح کار کرده و این طوری کار کرده که مثلا از جدول نتایج 100 سال به جدول نتایج خلاف قانون از کفر از هر چیزی که ما پیدا کردم و ثبوتش کردم ما باز مدیرش جزا میدم هیچ کس حق نداره که از شاگرد به نام جدول نتایج پول جمع کنه هیچ کس حق نداره از 200 افغانی 201 افغانی جمع کنه هیچ کس حق نداره از 400 افغانی 401 افغانی بگیره این 400 افغانی طوری نیست که پیسه از تو جمع کنم و فرم میارم نه فرم میاره دلت اگر کانکور میدادی 400 افغانی تا میدی فرم کانکور میگیری اگر نمیدادی خلاص این به این ترتیبه لیکن پیسه شهادتنامه 200 افغانی که پول شهادتنامه است این بر ما بسیار ضرور است که پیسه ما بگیریم و این که 1000 افغانی جمع شده دی که 500 و 600 جمع شده این کفر است این ظلم است و این ظلم هیچ کسی کرده نمیتونه در این چی نیست مدیر صاحب از ما سال 19 فارغ شدیم نامای ما رو مکمل غلط گرفته بود و خود ما رفتیم اصلاح که امکان مکتب است کار مکتب است اصلاح شهادتنامه هم دونیم نمیسن گرفته نام ما غلط بود جدول نتایج که مثلا با امتحان که و الف و ب چیزا پاس نامش چی میکنه از اون پیسه را گیرم میگه نامش ما جدول از جدول چند سال
اصل افغانی ما خبر دارم چون هدایت دادیم که پس پیسې جدول نتایج تحویل میکنیم پس و هر صنفی که پیسې جدول و ایتون نه که پیسې جدول پس برتان بده و هیچ همی تو تیشا در صنف میره پیسې جدول همی تا ویدیو میکنه بر من روان میکنه. همین مشکلات معلمین هم داشت. موسی شفیق ما چون خبر دادیم نداریم خود محمد موسی شفیق پیسې معلمین پس جمع کردیم بر معلمینش پس تسلیم کردیم بر شهادتنامه‌ای که پولش تحویل شده ما به طور دستجمعی پیسې زورا میخیم تحویل کنیم. بعد از تحویل پول چی میکنیم مشاهده کنیم که این مشکل است. سال 96 شهادتنامه‌اش موسی شفیق تکلیف آمده. من فکر میکنم آمده این که چرا مراحل نشده چی نشده اینا ما که خود یادداشت میگیریم حتما در این مورد کار میکنیم. ما اصلاحات آوردیم. ما گفتیم که پول از کس نگیر. ما گفتیم ظلم سر شاگردت نکن. ما گفتیم دشنام نبدی بر استادت. ما گفتیم استادت از دست افگار نگیر که او مشکل در دوره اول داره تو را باید منی در دوره اول بتی تا که تابع پول شو برد یا امثال او دیگه گفا عریضه ترتیب کنین بیارین ما بررسی میکنیم و شما موجه شاهد باشین. هر خلاف ورزی که باشه دولتی تو نیست که مردم فکر میکنه که والا 20 سال یک مدیر سر درجه تیر کرد زور کس نمیکشه. نه امکان داره این مثلا مشکلات باشه مثلا پول شد دامادش هم جدیده شده است دشنام بر استازات خود استازات آمده بود تا این اندازه که شیشه های سبز و آبی همین حالات بر ما خلاشا همین حالات بر ما معلوم است. لیکن طوری معلوم است که بر ما یک نفر گفته اینی مشکل است ما تعقیب میکنیم اون مشکل است. لیکن شما وار یک کتله بر ما نامده که گفته باشه اینی مشکل داریم اینی عریضی ما عامر صاحب اگه اجرات نکردی فردا پشت خودت هم میخیزم. ما عریضه را فردا برای خودت میخیزم. عریضه جوړه کړم عامر صاحب هغه د مکتب د دروازې لپاره پیسې جمع کړې دروازه بلځي د هغه نشته هر سمه 2000 روپۍ رنګمالي ته پیسې والے هغه هم وایي او بد اخلاقي که هر چا سره استادان شاګردان ټول سره بد اخلاقي پیسې مو داسې وایي ما از روز پیش رفتم با یک رقم کتیمه گپ زد با یک رقمی گپ زد دیگه که استادا می‌نشستن یک بچه یک فکر کنه چک بده بسیار ما باشه مامی اگر امکانات شد شد چون نشه که ما دمی کوچه هستیم دمی کوچه که مکتب از دمی کوچه خانه ماست که سوار مثال است که ما اونجا خیمه بزنیم یا کلام کن فرقیم یا دیگه چون این مشکلات است ما با خودت میگیم که سوار نشه که ما یک چیز کنیم که تیزی مدیر سرکرد میگه که تو باز نگویم که والا چرا یادش تو که میرم من پیشا پیش بر شما الا خط مثال الا شروعی بیش تبدیل چه ما میریم نمیخوایم اگر میگه که مولای مسجد و وکیل کل گیر ما میشه میگه ما نمیخوایم دیگه ما خیلی ما یک دفعه میریم پیش مدیر صاحب تمام مشکلات ما میگیم که دیگه تا کدام اندازه مثال که ما همکاری میشه نشد سبا روز بخیر اینجا خیمه میزنیم بند میکنیم باز میگه ما چی شد بالا باد انشالله راجع به نمی برای قرضتان بر ما امروز تسلیم میکنیم فردا تسلیم میکنیم فردا نمی برای قرضتان در دست نمی بچه بر ما روان کنین ما اجرات میکنیم تا شروع سال انشالله. ما در خدمت هستم.